برای دیوارای کناف که میخواین کابینت نصب بکنیم باید حتما پروفیل کار بذارید در این قسمت به این دوتا شیار که به صورت دوتا ردیف پروفیل بالا قرار دادیم که خدایی نکرده کابینت ها ول نکنه. بعد عرضم به حضورتون این پروفیل ها رو حتما باید پیچ بکنیم به خود ستون، به این ستونایی که کنافه حتما باید پیچ بکنیم و از پشت این قسمت که خالیه ما یه دونه از اینا رو قرار میدیم که ستون رو بگیره و پیچ و مهره به وسیله این پیچ و مهره ها کله خزینه‌ای و واشردار اینا رو ما قشنگ میزون اینا رو میبندیم که برجستگی نداشته باشه. بعد عرضم به حضورتون تمام این پروفیلا باعث میشه که وزن خیلی زیادی رو تحمل بکنه، یعنی اگه کابینت های شما عمقش هم زیاد باشه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. متاسفانه سری قبل که کابینت ها رو زده بودن این کابینت ها ول کرده بود، چون به خاطر اینکه این پروفیلا که مخصوص کنافه ورق خم شده 5/10 و این قدرت نگهداری این کابینت ها رو نداره. کابینت های هوایی مخصوصا ما الان مثلا کابینت هامون حدود 46 در میاد بالایی ها، با دربش 46 تا در میاد و اینا قابل تحمل نیست برای این دیوارا، مگر اینکه به این صورت ریلی پروفیل بزنیم و ازش استفاده بکنیم.